های گایز بچه ها به چنل من خوش اومدید. 19 همین مرحله از GTA سان آندرس. بچه ها تو این مرحله با سزار یه مسابقه خیابونی داریم. ممنون میشم که حمایتم کنید، لایک و ساب یادتون نره. Let's go. هی تو کی هستی؟ چطوری همی؟ منم سیزار ولپاندو. کندلو دیدی؟ اون همین اطرافه. من زنگ زدم بهت بگم تو خوب رانندگی میکنی، ماشینا رو هم دوست داری. پس آره حد میزنم. با این کجا میدیم؟ خب میخوای صاحبه خورده پول بشی؟ نمیدونم، ولی اگه خوشت بیاد تو مسابقه پول خوبی هست. مسابقه غیرقانونی خیابونی حتما هستم. اوبتیا نه، فقط لورایدرها. خوباشون باید خوب باشن وگرنه تو نمیری. اوکی هستم. کی و کجا؟ تو الکرونا منتظر باش، من میام میبرمت. ممکنه با تازه وارده خورده بعد تا کنن. احمق دارن ماشین تو میدزدن. There's a board. بچه ها بعد کلی تلنجر رفتم فهمیدم که یه ماشین کفخوب باید برداریم که ارتفاعش خیلی کم باشه. هی سی جی تو موفق شدی. آزدا چطوره؟ سلام کار. سلام عزیزم. چه ماشین قشنگی. این کاروچا نیست. مطمئنی میخوای روی این ماشین ریسک کنی؟ آره مطمئنم. راجع به چقدر پول حرف میزنم؟ اول پولا رو میریزن توی ظرف، بعد مسابقه میدیم. اولین نفری که به آخر خط برسه میبره. کنچوتا سینچوتا. اوکی باشه من هستم. هی مراقب باش سی جی، اینا دوست ندارن ببازن، فهمیدی؟ آره منم همینطور. دنبال من بیا تا مسابقه بدین رفیق. هی ادامه بده هومز. داریم میرسیم. ماشینم. Você não chega a ser, cara.